راحت یک قصه به خاطر کمپیر بیزنس ها دیما نه که کاری که دیگه من همون قصه رو بگم یک کمپیر 93 ساله مخیزه بلنیسه میره پیش گینیکولوگ. سلام علیکم. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. салом алейкум ба тамоми муридои мухлисои Шермаҳамади Ёвон. Салом алейкум. айноми банда Шермаҳамад, мана айноми ёру биродарое ки ирӯз дар хонадони мо як пиёла чой дар рӯзои карантин استراحت یک قصه به خاطر کمپیر بیزنس ها دیما نه که کاری که دیگه من همون قصه رو بگم یک کمپیر 93 ساله مخیزه بلنیسه میره پیش گینیکولوگ. سلام علیکم رفیق دکتری محترم مرا اینمی شکمم последнее время تومتیا گفته مامو جان چند شدی گفته 93 ده مرحمت طور کرسلا برو گفته بچم تو دیوانی در دهن نیمه یا دندان نما دایمه طور کرسلا چی ده برام مرا پالوای آرگونم نرمال نه مرا شکمم توزه گفته خاله جان این گینیکولوگه تو طوری نمیستال نوری ما تر پرور کده میتونیم کمپیر طور استال میره خیلی یه نگاه بکنه برای جمع هسته گفته خاله تو بغوزی گفته بچم تو دیوانی چی 12 سال شوی مرا مردنه من مرده کالی بوشگون که دیگه می نویسه یا نپرانه گفته خیلی باور نمیگیره خاله جانی بلنیسه کلون نمیده پیش او ورد کمپیر بیچاره میره کابینت او ورد تق تق میکنه تا رفتن کمپیر ای ورد نسرینه اید زنگ بزنه صابر جان این آخر کمپیر نگهده میدروی بگو بغوزی خیلی سلام علیکم سازی آچه جان تینجی خوبی مرحمت چه خدمت کنیم گفته بچه جان شکمم تا اومد گفته مرحمت طور کرسلا برو این خیلی یه نگاه کده گفته مامو بغوزی گفته شما دیوانه چه شما کجا رو تمام کدید ایش هم مگه بغوزی ما شون ندارم من 93 تو شما 12 سالشی مردن ده گفته خاله جان خیلی تست همه رو نشون دیسه نفرس دیگه نپرانی مثل پیشی وره چی دیگری بره خسته کمپیر او کبیده رفتن ده با صابر با زنگ زده معروف مامو مدرای بگو بغوزی شرمنده نکن مامو نخه مدرای سلام علیکم مرحمت مامو جان مرحمت چه خدمت کنه شکمم تا اومد یا گفته طور کرسلا برای نخه برام ده ازار رو پایان نگده گفته مامو بغوزی گفته خدا بزن تانا این چی خیلی آخی ما شون ندارم شما مرا خور در ما کجا بغوزم خیلی قانون طبیعت های مامو جان این قانون طبیعت های هر کار شیدنش ممکنه گفته بچه هم راست میگی بر پدرش نلد همین شو و روز ده همین سال و زمان ده همین نرچلیک دم باوری کده نکنه اول سلام بر گوشکنان از تحت دل از مغز جان یک دو سخن میگویم برای دو تا برادری جوان سربلند باشین خوش آمدین برادر دیما قصه های ما این روز درباره کمپیر بیزنس یک کمپیر 102 مخیز گینیکولوگ میره تو ده گینیکولوگ چی ده کاره بگو میره گینیکولوگ میدرویه رفیق دکتر مر آنمی دروم همه خمه سوزه خیلی بشی مامو جان کرسلا برو کمپیر میرن خیلی با گینیکولوگا برای خشون اسپا و آلا دارن خیلی نبار کو یا خیلی اندک چاقشو مگر همون درو رو یک کاو شور مکر با پیشانیش ده چی ماندگی درو بره پس پیش میبر نگاه مکنه میگه مامو جان وقتی دریافتی بگو ما همون جای درمان تلیچین میکنیم این چاقشو رو میسخه میکاو کمپیر فش نمگه با اندک دراستر میگیره میسخه میکاو فش نمگه نگاه میکنه دکتر همون جای چگس ماندگی چگس مگر مسخه میکاو کمپیر فش نمگه اکرا نگاه میکنه این خیلی کچرگای کو ای دوری منگل نخری خاکسترای جمع کنه اما خلمن دازم میکاو این همه جای کمپیر درست میکنه مگه بچه هم دریافتم خیلی مگه مامو جان خیلی مادر تگم تا گینیکولوگ دا کرنه تو انگین داری سلام علیکم برادرای غریب شرماحمد جان در این روزای مدهش کرانتین به تمام مردم غریب خصوصا به تمام مردمی که در کره زمین آن بسر میبرد سلامتی بر دوام خانه آباد تمنا میسازیم
و همین را گفتنیم که خداوند رحمانی بگذار از بلای زمین و آسمانی ما و شما ها را نگهبان باشه. از نوع برادرای غریبه که در غریبی درد عالم غریبی زیاد است. غریبی کوی سخت است ای برادر، گپی سختی کسی مانند خنجر. سلامت باشین، خطانه نگاه کنیم برادرها.